بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. وای بر کم فروشان، کسانی که چون برای خود از مردم پیمانه می کنند حق خود را کامل می گیرند. و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. و هنگامی که می‌خواهند برای آنان پیمانه یا وزن کنند کم می‌گذارند. الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. آیا آنها گمان نمی‌کنند که قیامت فرا می‌رسد و از قبرها برانگیخته می‌شود در روزی بزرگ؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین. همان روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند. کلا این کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین. هرگز چنین نیست که کافران پنداشتند. به راستی که نامه اعمال بدکاران در سجین است. و تو چه دانی که سجین چیست؟ کتاب مرقوم. کتابی است که اعمال بدکاران در آن نوشته شده است. ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان، آنان که روز جزا را انکار و تکذیب می کنند. و ما یکذب به الا کل معتد اثیم. و جز ستمکاران گناهکار کسی آن روز را تکذیب نمی کند. اذا تتلى علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. هنگامی که آیات ما بر او تلاوت شود گوید این افسانه های گذشتگان است. کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون. هرگز چنین نیست که آنها گمان می کنند، بلکه به سبب آنچه کرده اند بر دلهایشان زنگار بسته است. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. هرگز چنین نیست که آنها میپندارند. بیگمان آنان در آن روز از دیدار پروردگارشان محرومند. ثم انهم لصال الجحیم. و بعد از حساب مسلماً وارد دوزخ میشوند. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. آنگاه به ایشان گفته می شود این آتش همان چیزی است که آن را تکذیب می کردید. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. هرگز چنین نیست که آنها میپندارند. بیگمان نامه اعمال نیکوکاران در علیین است. و تو چه دانی که علیین چیست؟ کتابی است که اعمال نیکوکاران در آن نوشته شده است. یشهده المقربون. که مقربان درگاه الهی بر آن حاضر شوند و گواهی دهند. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. همانا نیکوکاران در نعمتهای بهشت هستند، بر تختها تکیه زده و می نگرند. تعرف في وجوههم نضرة النعيم.
خرمی و نشاط نعمت را در چهره‌هایشان می‌بینی و می‌شناسی. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. آنها از شراب ناب مهر شده نوشانده و سیراب می‌شوند. مهری که بر آن نهاده شده از مشک است و در این شراب و دیگر نعمتهای بهشتی مشتاقان رحمت باید بر یکدیگر پیشی گیرند. و مزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. و آمیزه اش از تسنیم است، همان چشمه ای که مقربان درگاه الهی از آن می نوشند. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. همانا کسانی که جرم و گناه کردند پیوسته در دنیا بر کسانی که ایمان آورده بودند می خندیدند و هرگاه مؤمنان از کنارشان میگذشتند با چشم و ابرو به هم اشاره میکردند و آنان را به سخره میگرفتند. و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فکهین. و چون به سوی خانواده خود باز میگشتند به خاطر تمسخر مؤمنان شادمان و خندان بودند. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. و هنگامی که مؤمنان را می‌دیدند می‌گفتند بیگمان اینان گمراهانند. وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. در حالی که آنان برای مراقبت و نگهبانی بر مؤمنان فرستاده نشده بودند، ولی امروز کسانی که ایمان آورده اند به کافران میخندند. على الارائك ينظرون. بر تخت‌های آراسته نشسته و به نعمت‌های الهی می‌نگرند. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. آیا کافران با چشیدن عذاب جزای آنچه را که می‌کردند دریافت نمودند؟